بذار باشه کلا. آره این قشنگ نیم ساعت باشه. بچه‌ها میزان فشاری که وارد می‌کنیم رو می‌بینید. یه موقع‌هایی سیلر کیلر یا فیکساتوری که روی کار زدن قویه و شما رنگبر که میزنید اول که فشار آروم وارد بکنی خیلی مواد رو بلند نمی‌کنه. باید فشار زیاد بهش وارد بکنی که اینجوری قلفتی مواد رو برداره. معمولا کارهایی که خیلی قدیمی‌ان همچین مسائلی براش پیش میاد. یه موقع هم هستش که شما رنگبر رو زدی 10 دقیقه بهش فرصت میدی همش اینجوری حباب حباب میاد بالا، اون خیلی راحته. ولی توی همچین مواقعی فشار دست زیاد میکنی و جاهایی که اگر از کارت باقی مونده باشه فقط این قسمت رو دوباره رنگبر میزنی. روی این قسمت چوب دیگه رنگبر نمیزنی چون این قسمت چوب رو میخوره. جنن سراغم. اینو بده گذاشتم فیکس بشه. کنکور 81 22 سال پیش. بچه‌ها قلمویی که میخواین باهاش رنگ براتون رو بزنید قلمویی که باشه که به دردتون نمیخوره، قلموی خیلی کهنه باشه یا اینکه از این قلموها زبرای خیلی ارزون باشه، به خاطر اینکه قلمو شکلی میشه برداشتن دیگه آسیب میبینه. ور نداریم با قلموهایی که دارین رنگ میکنین رنگ بر بزنید.
بچه ها از کسی که ما این کنسول رو برامون آوردن که بازسازی کنیم براشون گفتم برای جهیزیه‌شونه. خب موقعی که داشتیم کار میکردیم یه کاغذی از بین پشت یکی از یراقالات پیدا کردیم که برای اینکه اون یراق رو فیکس کنن یه روزنامه بود واسه سال چند بود حسام؟ 81. واسه سال 81 بود. خب یعنی واقعا این کار واسه 22 سال پیشه حداقل. وقتی که کارتون خیلی قدیمی میشه رنگبری کردنش زمان برتره و معمولا 2 مرحله میشه. یعنی شما مرحله اول رنگبری میکنید، یه جاهایی از کارتون همچنان این تیکه های رنگ میمونه، شما مجبورین که برای بار دوم رنگبری کنید و کلا هم توی کارهایی که منبت کاری و فرو رفتگی و برجستگی و اینا دارن، ریزه کاری دارن، رنگبری واقعا مرحله سختیه. بچه ها ما اون طرفشو خوابوندیم، این کنسولو خب خوابوندیم اینطوری، اون قسمتشو زدیم این پهلوی سمت راستشو، بعد رنگبریش کردیم، حالا برگردونیم پهلوی سمت چپشو بزنیم، بعد میخوابونیمش این قسمت روی کارو بزنیم. بچه ها تقریبا 95% رنگبری شده. حالا باید با جزئیات بیشتر دوباره رنگبری کنیم و سنباده بزنیم. بچه ها این سنباده است. خب من از سنباده شماره 180 دارم استفاده می کنم. توی مرحله بعدی روی این کار میخوام یک روغنی بزنم، روغن سفید نماچوب. برای اینکه این روغنم خوب بخوابه روی کار، سنباده بهتره که شماره سنباده بالا باشه، 180 باشه، 220 باشه. وقتی شماره سنباده پایین باشه، یعنی بره رو سمت مثلا سنباده های چه میدونم 600 و 800 و اینا، منافذ چوب رو خیلی میبنده، صاف میکنه دیگه، صیقلی میبنده، باعث میشه اون روغن تو اون منافذ نره. در نتیجه با سنباده شماره 180 یا 220 این کار رو انجام میدیم. خب چی کار میکنیم؟ نگاه کن، این البته در واقع ساب زنه، این ساب میزنه. سنباده یه دستگاهیه که مشابه همینه، خب و اون یه مقدار فرق میکنه. برای ساب زن نگاه کن، این سنباده رویه سنباده است دیگه، درسته؟ من اینو اینجوری میبرم به اندازه کفیش. خب از اینجا هم اضافهش رو میبرم. خیلی لب به لب نبرید، به خاطر اینکه اگه خیلی سنباده لب به لب این باشه این صفحه نباید آسیب ببینه. خب صفحه کشیده میشه رو چوب، آسیب میبینه در طول زمان. آقا اینو میذاری اینجا، یه 3 میل از اون ور 3 میل از این ور، اینو احسان بیانی ببند، اینو جا میندازی، بعد دستگیره هاشو میبندی. حالا این ور رو جا میندازی، اینو قشنگ اینجا جا میندازی. حالا یه کوچولو بیشتر، یه 2 میل از این ور اون ورش بیشتر از این ببر که قشنگ جا بیفته. این الان جا افتاد. خب بعد آن و آف داره میزنی، روشن میکنی.
بچه ها یه نکته خیلی مهمی که تو تمیزی کارتون خیلی تاثیر داره اینه که شما وقتی که میخواید رنگ بری کنید رنگ رو در راستای چوب بردارید. حتی الامکان سنباده رو هم همینطور، هر چقدر شما در راستای چوب سنباده بزنید و رنگ رو در راستای، یعنی لیست، اون لیسه رو که دارین میکشین، کاردک رو دارین که میکشین رنگ رو بردارین، اولا خیلی حواستون باشه که به پایه اون چوبه آسیب نزنین، خط نندازه کاردکتون. نکته بعدی این که در راستا باشه، چه سنباده چه عملیات رنگ برداری در راستای این تارهای چوب باشه که کارتون تمیزتر بشه. و یه چیزی که ما الان میبینید که اینقدر داریم روی این کار میکنیم، سنباده میزنیم، داریم سفیدش میکنیم، یعنی یک نقطه رنگم نمیخوایم داشته باشه، به خاطر اینه که به خاطر تکنیکیه که میخوایم روش اجرا بکنیم. خب نمیگم میتونید نصف نیمه ول کنید، سنباده اونجوری نزنید، ولی واقعا اگر بخواید شما رنگ پوششی بزنید روی کارتون، احتیاجی نیستش که به این حد از رنگ بری و سنباده زنی برسید. شما رنگ رو برمیدارید، سنباده میزنید. الان ما داریم 100% رنگ رو برمیداریم. شما تا مثلا 80% هم بیس چوب بزنه بیرون، اوکی. جاهای دیگر رو میتونید سنباده بزنید و تقریبا اینجوری یه دستش بکنید. اوکی. بچه ها کاری که کردم چیه؟ یه نوار 5 سانتی کاغذی اینجا میچسبونم برای اینکه میخوام این مرز رو رنگ بری کنم. نگاه کنید این مرز اینجا در اثر رنگ بری چه شکلی شده. اینجوری که نمیتونید تحویل مشتری بدی یا تو خونه خودت هم داشته باشی، این باید یکم تمیز باشه دیگه. اینجا رو چسب میزنم، اینجا رو رنگ بر میزنم و برمیدارم که یه سطح صافی بشه. با داخل کار هم کاری ندارم. درش وقتی که ما کلا با بیرون کار داریم، خب درش بسته میشه و همه چی اوکی. ما اصلا وارد داخل نمیشیم مگر اینکه مشتری داشته باشید که بگه نه من داخلشم میخوام. اون موقع شما خدا تو هم میذاری رو قیمت. چرا؟ به خاطر اینکه داخل کار دهن سرویسیه. ببین اینجا رو یه مرز میرم، تمیزکاریه دیگه. هست هنوز؟ رو به روش حفظ دیگه.